یک برادر در خانه اجاره در سنت پتربورگ زندگی میکرده است. پول دارد، جای کار دارد، شرایطش خوب، طبیعتش خوب، خرسند، خوشبخت زندگی میکرده است. همه وقت پول اضافگی دارد. کسی قرض گفته بیاد قرض میتید. به کسی مثال خیر و سخاوت میکنه. به کجا اگر مردم پول جمع کنند برای کار خیر دستی دراز داشته است. لیکن روز میرد از همون شهر سنت پتربورگ خانه میگیرد به ایپوتیک. از همان روز اعتبارا میگه پولم به نباشد پول ایپوتیک از اجاره کمتر است. مثلا به اجاره هر ماه 20,000 روبل میداد باشد، به این ایپوتیک از روی شنیدم 15,000 میتید مثلا. شاید خطا میکنم در صفرها، لیکن تقریبا نمیخواد. هم پولم نمیرسد میگه، هم به یگانجا خیر کرده نمیتونم، همه وقت به پول محتاج هستم، در زندگیم طبیعتم خیره، خوشبختیم گم شد از روزی که ایپوتیک گرفتم میگه. و بعضی برادرها مثلا فهم لازم است برادرها. او رسیه دارالکفر دارالحرب گفتم بعد همه جهتی فقه سلاح ذو الحدین است. سلاحی که دو طرفش تیز است برادرها. یک شما فکر کنید پیش از فتوا دادن. او رسیه شما دارالحرب میگویید. دارالحرب گویید همه طرفه به این سوال جواب افته تانسته نتانده. این مسئله ها برادرها پرهیز کنید. من هیچگاه برای ایپوتیک یعنی حلال گفتم به جواب عام داده نمیتونم. اگه یک آدم یگان آدم اگر یگان وقت خاص برای تو حلال گفته باشم نگفتیم تا امروزه، اگر گویم هم این خاص برای همون آدم است و من روز قیامت در پیشگاه الله تعالی به همین فتوا جواب میتیم اگر تیم، برای اینکه مسئولیت است. مثلا یک استادمان در اروپا وقتی که سفر میکنن به یک آدم کردیت گرفتن اجازه دادن. این آدم 7 فرزند دارد. 7 فرزند دارد. آدمی مثلا پول دارد که پول اجاره تید. آدمی کمبغل نیست. آدمی محتاج نیست. جای کار دارد. میتوند یک خانه 5 خانگی اجاره گیرد. میتوند پولش سری وقت پرداخت کند. لیکن وقتی که 7 فرزند دارم میگفت است یگان کس اجاره نمیداده است. وقتی که نوبت اجارهش به آخر میرسد صاحب خانه میبرارد از خانه. کدام خانه اجاره و مثلا زنگ میزند 7 بچه ماست میگه یگان جا نمیگیرد. او کجا رود؟ واقعا در مثلا در مهمان خانه زندگی کردن این قیمت است. یک شبش مثلا 200 یورو هست یک غرفهش. نمیتوند اونه. لیکن اجاره گرفته میتوند. مجبور میرد در مسجد. میگه من با 7 فرزندش با همسرش در مسجد چندین وقت زندگی دارد. همه اهل مسجد برای او خانه اجاره میکنند نمییابند. نمیدهند مردم. 7 بچه دار و نمیدهند. میترسد که خانه را خراب میکند. بعد برای او اجازت دادند. من باب ضرورت. یعنی گوشت خوک حرام است با اجماع علما، با نص قرآن، با نص سنت. گوشت خوک حرام است. لیکن به یک آدم که در بیابان مانده است او اگر همین گوشت خوک هم نخورد میمرد. کم خوردن براش اجازت است تا زنده ماندن، تا برای از این بیابان بیرون برآمدن، برای نجات یافتن، برای زنده ماندن کم خوردن گوشت خوک برای همین آدم اجازت است. یعنی کردیت گرفتن در همین حالت برای فقط همین آدم اجازت است. برادرها اگر خواهید تجربه کنید حیاتتان را حیات بیمزه، بی‌معنا، خوشبختی از دست میدهم گویید ایپوتیک گیرید. سحر از خواب بیدار میشوید شما قرضدار هستید. ببینید امروز مردن خیلی آسان شد. هر روز از اخبارها از یار و دوستاتان با خبر امروز فلانی از 25 آشیان هفتیده است وفات کرده است. امروز ماشین زده است فلانی یک لحظه نیست. سیل آمده است برده است. بدون ریبا قرضی که به ریبا گرفتید کی جواب میتید فردا پیش الله تعالی؟ یگان آدم مثل خودتان به شما غمخوار نیست. او حضرت سعدی در گلستانش میگوید که یگان آدم تخت پشت خودت مانند خودت نمیخورد. او زنت میگوی پشت ما خور، بچت میگوی خور، بعد خودت با بالاخره میگیری میخوری، بعد خاطرت جمع میشد. یگان آدم برای شما مثل خودتان
غمخوار نیست. فردا اگر وفات کرده اون ایپوتیک ها رو کی میسپارد؟ او ریباها بر گناهش بر ذمه کی است؟ بنابراین مادامی که امروز زنده هستید، امروز مثلا به اجاره زندگی میکنید، بله وزنین است، لیکن شما حضرت علی را سخنش به خاطر بیارید. حضرت علی گفتن که کل یوم لا نعصی الله عز وجل فهو لنا عید. هر روزی که ما الله تعالی رو گناه نمیکنیم همان روز برای ما عید است. شما در اجاره نشستید لیکن شما گناهکار نیستید. خاطرتون جمع است که کسی رو ریبا، پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت کردن ریبا خور و ریبا خورنده را. شما وقتی که از بانک پول میگیرید و به آنها ریبا رو میخورانید شما لعنت شده میشید. شما هر روز ریبا میخورانید یک کسی دیگر رو. پیامبر صلی الله علیه و سلم لعنت که شاهدین، اون دو آدمی که در عقد ریبا شاهد شد اونها هم لعنتی هستند. کاتبه، آن کاتبی که همین عقد نویس او هم لعنتی هست. چی در کار برای شما این؟ حیات خود را بی‌مزه میکنید. بنابراین بگذار در همین یک کلبه اجاره زندگی کنید و قلبتون خوشبختی در قلب است. انشراح صدرتون کشاد باشد. بله مثلا کسی فتوا میتید اگر در چارچوبه شریعت باشد، لیکن من به این جواب گفته نمیتونم در پیشگاه الله تعالی. بنابراین ایپوتیک کردیت کو حرام است، ایپوتیک هم در نزد ما حرام است و حلال گفته نمیتونیم، برای آنکه چند شبهه های ریبوی و عقد های ریبوی و شرط های ریبوی دارد. لیکن اگر یک مسلمان، شما خانه خریدنی هستید، نرخ خانه 100,000 مثلا، به یک مسلمان برادرتون گفتید که این خانه رو برای من خریده ده، من خانه رو 150,000 دلار کرده در مدت 5 سال به تو تقسیم کرده، هر ماه فلانی میتیم، گویید این حلال است، 100% حلال است. این یعنی بین دو شخص اگر اجرا شود یا بین صاحب خانه و بین شما شود، اما بانکی به میانه میدراید و با شرط های ریبوی دارد، پی نمیزند، اون ریبا هست. این بعضی ها مثلا اشتراف میگن و جریمه میگن و به هر حال یعنی 90% علما حرام میگن. بنابراین پرهیز کنید برادران.